ببینید استخبارات ها، اردوها، اینا تصامیم سیاسی را عملی میکنن. اینا ابزار و وسیله تطبیق تصامیم سیاسی است. اینا تصمیم گیرنده نیستن. متوجه هستین چی میگم؟ تا زمانی که شما سیاست و استراتژی پاکستان در مورد افغانستان تحویل نکنید، هر روی این مشکلات به ششتن جلسه گرفتن حل نمیشه که در استانبول بشینی ما دو تا وزیر بشینه قرارداد کنه. یه حل نمیشه برادر. چه کسی باید پیش قدم شود به یک چنین وضعیتی که باید افغانستان در یک وضعیت متفاوت قرار بده و تغییرات کلی و بنیادی در ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و همچنان ساختارهای اجتماعی مردم افغانستان ایجاد بکنه؟ چه کسی باید پیش قدم شود؟ عرض میکنم خدمتتان. ببینین مهدی صاحب بزرگوار، ما در جهان کشورهای پیشرفته و مترقی بسیار زیاد داریم نمونه‌اش، درست است؟ خب شما به خاطر پروژه سازی و پیشرفت اقتصادی مشکل ندارید. مدل های مختلف است. صحیح؟ 50 سال پیش در کره جنوبی مردم از فقر میمرد. 40 سال پیش در چین 20 میلیون نفوس چین از فقر مرده بود. 50 60 سال پیش، درست است یا نیست؟ خب ما سنگاپور را داریم که در اوج ترقی و تمدن رفاه اجتماعی اقتصادی و ثبات سیاسی رسیده. مختلف کشورها، استرالیا، نیوزیلند و غیره، در خود مشکل نداریم. امارات متحده عربی از یک دشت ریگزار چی جور کرد؟ دبی. سناریوی آینده افغانستان چگونه پیش بینی میکنین؟ من میخوایم از شما بشنوم به عنوان آخرین پرسش، افغانستان به کدام سمت شو در حال حرکت است و نظام آینده افغانستان چه وقت شکل میگیره؟ 2026 شکل میگیره ان شاء الله. اواخر 2026. بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های نهایت عزیز، سلام بر شما هر کجایی که هستین، در امان خداوند رحمان و منان باشید. جناب محترم جنرال جمال ناصر صدیقی، خوشحال هستیم که در این بحث با ما پیوستین. افغانستان به عنوان یک دولت شکننده و موزاییکی از تنوع قومی، زبانی و فرهنگی از زمان شکلگیری مرزهای امروزیش در قرن 19 میلادی با چالش‌های بنیادین در راستای ملت‌سازی و ایجاد یک حاکمیت ملی فراگیر روبرو بوده است. ریشه های اصلی این منازعات چند وجهی را میتوان در عوامل زیر جستجو کرد: یک، شکاف های قومی و از زبانی; دوم، چالش های مرزی و منطقه‌ای; سوم، بحران حاکمیت و مشروعیت ملی. هدف از این بحث بررسی راه حل های ریشه‌ای و عملی برای عبور از این چالش ها و دستیابی به یک معماری سیاسی پایدار است که بر اساس عدالت اجتماعی، تمرکز زدایی قدرت، بر رسمیت شناختن تنوع و حاکمیت قانون استوار باشد. جناب جنرال صاحب، ما خلاف تماما بحث‌های قبلی با شما امروز تنها روی افغانستان و واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان می‌خواهیم بحث داشته باشیم. خوش آمدین به برنامه ما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما به نام پروردگار عالم و خالق یکتا. سلام و عرض ادب خدمت بینندگان، شنوندگان در افغانستان، منطقه و جهان. امیدوار هستم که روز و ساعتهای خوبی را در هر کجایی که هستند در کنار خانواده و دوستانشان سپری بکنند. سلامت باشین جنرال صاحب. ما سوالات را بسیار عامفهم و عادی ترتیب کردیم. میخواهیم لا بلا و مو به مو وضعیت موجود افغانستان با شما مشگافی بکنیم. در قدم اول میاییم روی مدل سیاسی و حکومت در افغانستان. از شما میپرسم، شما به عنوان یک جنرال نظامی و یک آگاه مسائل جهانی و نظامی، عملی ترین و پایدارترین مدل حکومتی در افغانستان را، مثلا مانند فدرالیسم، نظام پارلمانی غیر متمرکز یا تمرکزگرایی اصلاح شده را برای تضمین مشارکت عادلانه همه اقوام و حل بحران حاکمیت در افغانستان چی می‌دانید؟ مهدی صاحب، خدمتتان عرض کنم بیاین قبل از اینکه خودی به حساب ساختار قدرت این ابزار است، متوجه هستید؟ قبل از اینکه به ابزار بریم، اول بیایم یک بحث کوتاه داشته باشیم که امی چالش ها و مشکلات های اساسی افغانستان چی هست و چی بوده، بسیار به شکل کوتاه و خلاص. خب
افغانستان دو مشکلاتی داره. یک مشکلاتی داخلی هست که در طول یعنی قرنها بوده، یک مشکلاتی هم بیرونی. خب یعنی در سیاست داخلی و در سیاست خارجی خود مشکلات داشته. گپس ها و خالگه های بسیار بزرگی را در هر دو سیاست گذاری ها همیشه داشته. خب اینجا آمدیم کلانترین مشکلی هر جامعه. اول قبل از اینکه بیایید ببینید در هر جامعه سه قشر انسان ها زندگی میکنه. چند قشر؟ سه قشر زندگی میکنه. فارغ از دین و مذهب و جغرافیا و اروپا و امریکا و لوکیشنش، در هر جغرافیایی که شما برین سه قشر انسان ها زندگی میکنن. یک قشر سیاه هست، یک قشر سفید هست و یک قشر خاکستری هست. خب قشر سیاه اونمو قشر است که بر نحوی که باشه خود را در حاکمیت، در قدرت و ثروت باید نگاه بکنن. به هر نوع معامله‌گری که باشه خود را باید به قدرت و ثروت و حاکمیت نگاه بکنن. قشر سفید این قشری هست که آگاهی و خردی خوب فوق العاده در جوامع دارن. اینا به خاطر خود و هم نوعان خود تلاش میکنن و کوشش میکنن و صادقانه. یک قشر خاکستری است که برای از اینا قشر سیاه و سفید مهم نیست. مهمی است که خودشان زندگی و روزگارشان یک ماشینی داشته باشن، یک خانه‌ای داشته باشن، بچرخن، یک تلاشی بکنن زندگی. قشر سیاه در هیچ جامعه‌ای بالاتر از 1% نیست. بسیار کم است، که 0.5%، بسیار حتی کمتر به انگشت شمار است. خب اما گردانندگان یا صاحبان ثروت میشه. خب قشر سفید هم بسیار تعدادشان کم است که شاید به 1% برسه یا نه. نظر به فرهنگ و کلتور و پیشرفت جوامع فرق میکنه که ما میگیم سر افغانستان، در افغانستان به 1% نمیرسه که حس مسئولیت پذیری داشته باشن، به خاطر دیگران مبارزه بکنن، به خاطر خوشبختی جمعی مبارزه بکنن، تلاش بکنن و صادقانه در این انجام بزنن. این قشر هم بسیار ناچیز و کم است. شاید در جامعه ما 0.01% باشه یا 2%. 0.1. قشر خاکستری اونمو قشری به تفاوتی هست که هر ظلم، استبداد، وحشتی که سرش بیا برش به تفاوت است. متوجه هستین؟ صدای خود نمیکشه که به نام ملت است. متاسفانه که در همه جوامع گفتم فارغ از دین و مذهب. خب این اگر هر ظلمی که شوه بر سر همسایه‌اش تا خود یزیره که تکان نته میگه مربوطی من است، از دان دروازه میبره سیل همسایه را میکنه. خوب ببینه که همونجا لط میخوره، خوب ببینه حق تلفی میشه، دیگه میشه. خب اینجا ما یک استاد پوهنتون، یک استاد دانشگاه در درس در آمد راجع به عدالت گپ میزد. خب 100 نفر محصلین ششته بود. یک دفعه سر یک محصل قهر شد، گفت تو چهره تو خوشم نمیآید، برای خارج شو از صنف. متوجه هستین؟ او هرچی گفت ما چی کردیم؟ هیچ گناهی نکردیم. گفت خارج شو از صنف، نمیخوایم تو در درس ما اشتراک کنی. خب این از صنف خارج کرد. متوجه هستین؟ قبل از اینکه این اصلا خارج کنه یک سوال کرد. گفت که میفهمین عدالت چی است؟ همه گفت که عدالت این است، او است، تعریف کردن عدالت بسیار خوب است، عدالت این رقم است، عدالت اون رقم. خب بعد این از صنف اخراج کرد. از صنف که اخراج کرد همه 100 نفر خاموش بودن. متوجه هستین؟ کاملا خاموش بودن. بعد دیگه از کسی پرسان کرد، از شاگردا پرسان کرد که من این که خارج کردم، من عدالت کردم، عادلانه بودم یا غیر عادلانه؟ هیچ کس جرأت نمیکرد بگه. بالاخره یک کسی، یک دختری یا یک پسری بلند شد گفت که این سرعزیز ظلم شد، غیر عادلانه. گفت نقطه همینجاست. متوجه هستین؟ ببینین من بی‌عدالتی کردم، همه ایتان خاموش بودین. پس عدالت مفهومی نداره که شما خاموش هستین. از یک همسنفتان از حقوقش جمعی دفاع نکرد. چقدر زیباستی مثال مردیسه. متوجه هستید؟ اینجا قشر خاکستری اینمین 100 نفری که همونجا شیشته بود قشر خاکستری بود دیگه. تا که استاد دیگه پناه گفت در افغانستان قشر خاکستری 99% هست. متاسفانه امیال کلگی میگن ملت رقم ملت اینمی قشر خاکستری است. متاسفانه میگن. خب گپ دوم، مشکلات اساسی افغانستان را پیشتر گفتیم که از بود سیاست داخلی و سیاست خارجی. حالا در سیاست داخلیش ما بیشتر فوکس میکنیم. خب در هر جامعه‌ای که در هر جامعه باشه، هر کشوری که باشه، بی‌عدالتی اگر داد بزنه، این آیسته آیسته کشور طرف بحران میره.
و هیچگاه در اونجا ثبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی حاکم فرما نمیشه و ثبات نمیرسه. خب اینجا بی‌عدالتی در یک کلمه بی‌عدالتی مذهبی است، بی‌عدالتی قومی هست، بی‌عدالتی سیاسی است، بی‌عدالتی اجتماعی است، بی‌عدالتی اقتصادی است، بی‌عدالتی جنسیتی هست، بی‌عدالتی فرهنگی است و غیره. صحیح؟ ما زمانی که بی‌عدالتی میگوییم همه این چیزها را در بر میگیریم. باز از بود فلسفی عدالت اگر زمانی که از بود فلسفی و سیاسی ما گپ میزنیم، اگر عدالت میگوییم ما راجع به عدالت اجتماعی گپ میزنیم. اگر از بودی فلسفه حقوقی گپ بزنین، باز او یعنی کسانی که حقوقدان هستند او را میگن که این مثلا یک کسی گناه کرده، عدالت در مورد از این تامین نشد. او بودی حقوقی است. ما از بودی اجتماعی گپ میزنیم و سیاسی گپ میزنیم. خب زمانی که بی‌عدالتی حاکم شوه، او کشور بخوای نخوای نه پیشرفت می داشته باشه، نه ترقی می داشته باشه، نه به ثبات برسه، نه آرامش اجتماعی داشته باشه، نه آرامش سیاسی، نه آرامش ذهنی، نه فکری. چرا در اونجا نهایت نفرت پراگنی از ابعاد مختلف حاکم میشه، من جمله در جامعه ما. خب اینجا زمانی که بی‌عدالتی حاکم بود، امی قشر سیاهی که در حاکمیت است، اینا شما را مدیریت میکنه، کنترل میکنه به شکلی بسیار فجیع و دیکتاتورانه کنترل میکنه و ثروت شما را غارت میکنه. متوجه هستین؟ فقط هدف کنترل هم ثروت غارت و حفظ حاکمیت است برای خودشان، هر کسی که باشه. خب اینجا ما میاییم که کلانترین مشکل افغانستان که به خاطر از اینکه ما بخوایم که عدالت اینجا به خاطر رسیدن به عدالت دیگه ابزار به کار است. متوجه هستین؟ دیگه چیزا ابزار است. این ابزار چی است؟ یکی ابزار انسانی هست، نیروی بشری، یکی ابزار مالی هست، درست، و دیگه ابزار ساختاری است. بیشتر شما سوال کردین. ببینید اینا به ترتیب باید می آمدیم تا اینجا که باز سر از بحث میکرد. خب اینال شما کدام سوال داشته باشین تا اینجا که بعد ما پیش برم. ببینید ما به ترتیب باید صحبت بکنیم که شنوندگان ذهنش کاملا باز شوه و آگاهی پیدا بکنه. پس دوباره سوال خود تکرار بکنیم جناب آقای جنرال، اگر شما در ارتباط به مدل سیاسی حکومت در افغانستان صحبت بکنین، شما به عنوان یک آگاه مسائل سیاسی و جهانی و نظامی، عملی ترین و پایدارترین مدل حکومتی مانند فدرالیسم، نظام پارلمانی غیر متمرکز یا نظام تمرکزگرای اصلاح شده را برای تضمین مشارکت عادلانه همه اقوام و حل بحران حاکمیت در افغانستان چی میدانید؟ خب اینا لازم ببینید، من من حیث یک آدمی که کمه در کوچه سیاست قدم ماندیم و در کودکستان رفتیم، آدم فقیری هستم. ما 3 هدف کلان را ترسیم کردیم جناب مهدی صاحب. یعنی امی اهداف کلان باید به دست بیاید. 1 تامین عدالت اجتماعی، میتونید شما حتی یادداشت بکنید، تامین عدالت اجتماعی. 2 تامین حقوق شهروندی. 3 به وجود آوردن حس مالکیت. تامین عدالت اجتماعی، تامین حقوق شهروندی، به وجود آوردن حس مالکیت. درست؟ تامین عدالت اجتماعی را که ما میگوییم، شما زمانی که حقوق شهروندی را تامین نکنین به عدالت اجتماعی نمیرسید. زمانی که عدالت اجتماعی را تامین نکنین، شما حس مالکیت در افراد جامعهتان به وجود آوردن نمیتونید. اینا به ترتیب پیش میره. همونطور چی نیست که پله زینه وارسته که شما باید قدم به قدم بالا برید. خب تامین حقوق شهروندی خودش چی است؟ بیاین ما مشخص گپ بزنیم. از تعریفش تیر میشیم که واژه‌های مختلف، تعریف‌های مختلف داره، در کتاب‌های مختلف، فلاسفه‌های مختلف، دانشمندای مختلفی تاریخ تعریف کردن، هر کس از دیدگاه خود. او قدر مهم نیست. خب حقوق شهروندی، خب حق زندگی است اول. درست؟ هر کس حق زندگی داره. 2 حق آزادی است، آزادی بیان هست. صحیح؟ حق انتخاب کردن و انتخاب شدن هست. صحیح؟ و حقوق دیگری که در پهلوی ازی میشه.
درست؟ خب حق زندگی را هیچ کس حق نداره حق زندگی یک نفر بگیره. خب نه مهدی صاحب، نه من، نه پادشاه، نه امپراتور، نه کسی حق زندگی کلگی داره. حق آزادی بیان داره که ذهن، فکر، تفکر، عقلانیت، دیدگاه، نظریات خود را راجع به مسائل کشوری، جامعه چی بکنه؟ ابراز بکنه و او حق را میتونه استفاده بکنه تا زمانی که حقوق دیگران را پایمال نکنه و خدشه‌دار نسازه. یعنی حق آقای مهدی تا اون جایی است که حق مرا به حساب خدشه‌دار نسازه، حقوق دیگه تبع جامعه و اجتماعات جامعه و ساختارها را ضربه نزنه، خراب نسازه. متوجه هستید؟ ما آزاد هستیم گفته شما در مطبوعات بدین همه گیره توهین کنین، تحقیر کنین. این آزادی نیست. متوجه هستید؟ تا جایی است که بر دیگه کس نه صدمه روحی، روانی، اقتصادی، سیاسی زده نمیتونه. تمام شد رفت. حق انتخاب کردن است. حق انتخاب کردن در تمام استپ ها بر یک فرد جامعه ایتان، یک انسان و یک شهروند جامعه ایتان، شما او بستری را مساعد بسازید که آزادانه برای انتخاب بکنه. خب انتخاب در یک انتخاب در عرصه سیاسی و اجتماعی است. انسان ها دو مکلفیت داره که انسان مکلفیت های شخصی داره، یک مکلفیت های اجتماعی که توسط قرارداد اجتماعی او به حساب روشن میشه. درست است؟ اینا لازم اینجا انسان ها اینمی مکلفیت شهروندی خود را از طریق انتخابی نمایندگان خودشان و یا انتخاب شدن خودشان حق شهروندی را ادا میکنند، مکلفیت شهروندی را ادا میکنند. اینجا هیچ کسی، هیچ حزبی، هیچ ساختاری حق نداده که این حق از افراد جامعه بگیره. متوجه هستین چی میگم؟ به نام از اینکه من رئیس جمهور هستم، من شاه هستم، من دانشمند هستم، من ایلانی هستم، من فلانی هستم، رهبر حزب هستم، رهبر قوم هستم، قبیله هستم، هیچ کسی حق نداره. هیچ مهدی صاحب حق نداره که واسه من انتخاب کنه. من حق ندارم که واسه مهدی صاحب انتخاب کنه. متوجه هستین چی میگم؟ اینجا شما از سطح یک قریه که شروع کنین، از اطراف افغانستان میگیریم، راجع به افغانستان از سطح یک قریه شروع بکنین، شما باید حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را برای افراد جامعه ایتان، برای شهروندان جامعه ایتان بدین تا تاپ لیولی که شما یا رئیس جمهور یا یک رهبر انتخاب بکنید. متوجه هستین؟ این را ما که ترسیم کردیم تقریبا 9 مرحله داره. متوجه هستین؟ یعنی یک شهروندی که خودش در 9 مرحله انتخاب بکنه، اگر غلط انتخاب میکنه تقصیر خودش است. متوجه هستین؟ مثلا شما قریه‌دارتون را باید انتخاب کنید. صحیح است؟ بسیار به شکل آزاده. خب باز مکانیزمایش هست که توسط قانون و پالیسی ها و به حساب ساختار قدرت و تنظیم باید شود. درست است؟ به شکل بسیار درست، شفاف و واضح. سری از اون نمیاییم که بسیار یک بحث بسیار کلان. شما قریه‌دارتون را باید انتخاب کنید. صحیح است؟ شما ولسوالتون را باید انتخاب کنید آقای مهدی. صحیح است؟ شما شهردارتون را باید انتخاب کنید یا شاروالتون را باید انتخاب کنید. شما باید والیتون را انتخاب کنید. درست؟ شما شورای محلی چی در سطح، اگر فدرالی باشه در سطح فدرال، اگر مثلا ولایتی باشه در سطح ولایت، شما وکیل و نماینده ایتونه که برای شما پالیسی و قانون میسازه باید انتخاب کنید. صحیح؟ 5-6 مرحله شد. حالا میایم ما شما باید زمانی که بیاین اگر این حکومت فدرال باشه، فدرالتان باید برش حق انتخاب کردن باید داشته باشید. هم قوه مقننه ایتانه، هم قوه قضاییه ایتانه، هم قوه اجراییه ایتانه. سکن هر سه قوه را انتخاب کنید. نه که باز من در قوه اجراییه آمدم باز قوه قضاییه را من انتخاب کنم. نه. سکن بسیار شفاف من براتون گپ زده است. و حکومتی یا ساختار مرکزی ایتان باید انتخاب کنید. چی نخست وزیر باشه، چی حکومت به حساب رئیس جمهور باشه، چی پارلمان باشه و چی قاضی القضات باشه. متوجه هستین گپی مرا چی براتون گفتم؟ ایرالزه زمانی که شما 9 مرحله که ما یادداشت کردیم در این 9 مرحله انتخاب بکنین، شما یک شهروند عادی افغانستان باشین، شما حق ندارین که برای ما بگین که تو آدمی سیستم خراب است، ساختار، به خاطر خودت رفتین 9 مرحله را دادی. تو برادر ما زمینه و بستری از این مسائل کردیم که دین خود ادا کنید. تو دینت غلط ادا کردی. تو نجار استی که دروازه را کج شاندی. تو معمار استی که تعداب خراب کردی.
خب اینجا بیاییم تا اینجا که رسیدیم این رو گرفتین شما انشالله، شنوندگان هم گرفته شد. بسیار وضاحت دادم. ما دو خرد داریم. خب یکی خرد فردی است، یکی خرد جمعی است. خب در تمام جوامع کپیتالیستی شروع بکنین تا کمونیستی تا من نمیفهم هر چی که ببینین همیشه خرد فردی خرد جمعی را مدیریت کرده. تانستم توضیح بدم. خرد فردی را اگر خرد جمعی را خرد فردی درست مدیریت بکنه، خب او جامعه طرفی تامین عدالت اجتماعی رو به حساب اینمی گپای را که من زدم تا او میرسه. اگر خرد فردی خرد جمعی را درست مدیریت نکنه، به حساب متوجه هستین؟ چرا خرد جمعی را، حالا من براتون باز اون مثالای کم میدم. خرد جمعی را مدیریت نکنن، توسط چی مدیریت بشه اینا؟ توسط احزاب، پالیسی ها، برنامه ها، پروگرام های از این ساختارهای سیاسی که خارج از دولت است. به نام احزاب و نهادها و غیره خرد جمعی ها میرن تبلیغ میکنن که برنامه ایمه‌ای است، حزب دموکرات، حزب جمهوری خواهی. اینا خرد جمعی را مدیریت میکنن که برشان رای بده. درست است؟ خب اینجا بسیار مهم است که خرد جمعی درست مدیریت شود. حتی من طرفداری از هستم که خرد جمعی مدیریت نشه و خودشان آزادانه تصمیم بگیرن. به خاطری که اینجا کپیتالیسم یا سرمایه، متوجه هستین، اینقدر تاثیرگذار است که چون مطبوعات و همه گپا در اختیاری از ایناست، خرد جمعی را طوری مدیریت میکنن که همه بیاید طرفی از اینا. من تونستم توضیح بتون براتون. خب شعار مقبول بیتن، چیزای مقبول میسازن، بعد در قدرت که آمدن همه فراموش میشه. اما شفاف انتخابات میشه، رای میبرن. چون خرد جمعی را چی کردن؟ مدیریت کردن. به نفع خود مدیریت کردن. در انگلستان در سال یعنی 70-80 سال قبل سر یک تحقیق صورت گرفت. سر خرد فردی و خرد جمعی. تفاوتش ببینیم. 200 نفر در حدود 200 نفر انتخاب شد. 100 نفری از این را بردن در یک کلاس شاندن. برای از اینا میخواستن که یک گاو وزنش شما تخمین بزنین که چقدر وزن میکنه. اونجا پوند است، پاو ما شما بگین مثلا چند هزار پاو وزن داره یا 1000 کیلو وزن داره. خب اینجا سمینار دایر کردن. برای از یا گفتن که رسم انداختن ای گاوی قوزن داره، ای گاوی قوزن داره، ای گاوی قوزن داره. اگر ای پایشی رقم باشد، سرشی رقم باشد، نسلشی باشه، نسلشی باشه، ای قوزن میکنه. مثلا ای غذا اگر خورده باشه ای قوزن میکنه. خب خرد جمعی از این چی کردن؟ مدیریت کردن. متوجه هستین؟ و 100 نفر دیگر را هیچ چیزم برشان نگفتن، از اون کوچه جمع کردن، 100 نفر آوردن که نظر بدن. گاو آوردن ماندن. اول کسایی که خرد جمعیش مدیریت شده بود اینا رفتن نظر دادن. از شما شروع کردن، 100 نفر در قطار است، شما گفتین مثلا این قدر باز اونجا دمو خرد جمعی را که نشان میده در نقشه، اونا گفتن تخمین ای گاو 600 کیلوست، مثال براتون میگم. اما کسی که سمینار دایر میکرد در کل ذهنی از اونا مونده بود. متوجه 600 کیلو مثال. بعد دیگه از دیگه شاگرد پرسیدن گفت 620 دیگه ایش هم رقم. این گاوه که وقتی که آمدن نتیجه از این 100 نفر که نظر داده بود خرد جمعیش هم مدیریت کردن 41% درست. خوب دقت کنین 41%. او کسایی را که خرد جمعی را مدیریت نکردن از کوچه هر کسی که آوردن خرد جمعی از اون 94% درست بود. حدسشان. تونستن توضیح بدم که مدیریت خرد جمعی چقدر تاثیرگذار است؟ یعنی عین گاوه کسایی که هیچ آگاهی نداشتن 94% حدسی درست زدن، کسایی که کاملا سمینار گرفته بودن 41%. ببینید چقدر یک نتیجه خطرناک باهایش است، نتیجه خطرناک میبره. خب اینجا زمانی که ما این مراحل انتخاباتی را باید طی کنیم، نو مرحله باید شما رای بدین. شما آرامش دارید، شهردارتان، شاروالتان، والیتان، حکومت فدرالتان، حکومت مرکزیتان اگر درست کار نکنه 4 سال بعد برش رای نمیدید. درست است؟ شما اینجا خرد جمعی ما آهسته بالا میره، چون عرضه خدمات، پیشرفت اقتصادی،
به حساب امنیت و غیره و غیره را شما در اونجا با پوست و وجودتان از سطح قریه تا سطح ولسوالی و ولایت و مملکتتان شما حس میکنید. این حاجت به توضیح و تشریح نداره. با سر و کله و چشمتان میبینید که همین شاروال چی کرد، قریه‌دار چی کرد، والی چی کرد، از عرصه های مختلف زندگی شما، عرصه های مختلفی که سر زندگی شخصی شما و زندگی اجتماعیتان تاثیرگذار است. درست است؟ بعد از این شما تا زمانی که همین مکانیزم درست، ببینید پیشتر آمدیم سر مکانیزم درستی رسیدن به تامین عدالت اجتماعی را تامین بکنید که او ساختار عادلانه قدرت است. صحیح است یا نه؟ این ساختار عادلانه قدرت میگه. صحیح کنید. هیچ شخصی، هیچ کسی که در رأس قدرت حق نداره این حق از شما بگیره، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از شما بگیره. به هیچ نامی. خب گپی دوم، باید ما سه هدف کلان رسیم کرده بودیم: تامین عدالت اجتماعی، تامین حقوق شهروندی و وجود آوردن حس مالکیت. اگر این ساختار پاسخگوی رسیدن به این اهداف نباشه، هر ساختار مردود است. چون هدفتان وسیله باید هدف توجیه کنه از نظر علمی. درست؟ اگر جمهوریت بود هدف توجیه نتونست، گرچه اونجا کس هدف ترسیم نکرده بود، ببخشید، هدفی از اونا حفظ قدرت و غارت ثروت در سالها همین بوده. وسیله باید هدف توجیه بود. خب اینجا ما در جهان مدل های مختلفی ساختار قدرت داریم. حتمی نیست که همین مدل ها را انتخاب کنیم. چین هیچ یکی از این مدل ها را انتخاب نکرده، یک راه خود را رفته، به یک رفاه اجتماعی و اقتصادی رسیده. درست نکرده دیگه، کمونیستی ساخته. خب شاید مهدی صاحب یک انسان بسیار شریف و به حساب معنوی و انسان دوست باشه، بیاید در قدرت مثال پادشاه شوه، شاید همین کاره بود. متوجه هستین چی میگم؟ اینجا باید ساختار عادلانه قدرت که من راجع به قوم و قبیله میفهمین که گپ نمیزنم، به خاطر از اینکه زمانی که هر شهروند به حقش برسه مسئله قومی حل است. خب اینجا زمانی که شما تامین عدالت اجتماعی را با ابزار عادلانه قدرت به وجود آوردین، شما حقوق شهروندی را تامین کرده به شکل درستش میتونید. در غیر صورت باش انارشیسم و بی‌عدالتی به وجود میآید که سبب بحران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی میشه. جناب صاحب، چه مدل حکومتی خارج از اینا من میایم نظر شخصی خودم باز براتون میگم دیگه. گپی سوم، با وجود آوردن حس مالکیت یکی از اهداف بود یا نبود؟ بله. زمان شما حس مالکیت، یعنی هر شهروندی افغانستان فارغ از دین و مذهب و قوم و قبیله و موقعیت جغرافیایی حس با وجود بیاید که من یک بلوچ هستم، من که تلاش کنم 100% رئیس جمهوری افغانستان میشم، 100% نخست وزیر میشم. درست است؟ یعنی مطمئن میشه که صاحب وطن است. پشایی مطمئن میشه که صاحب وطن است. ترکمن مطمئن میشه. تاجیک، ازبک، هزاره، پشتون همه مطمئن میشه. من حیث شهروند خودم میبینم، نه من حیث منسوب یک قوم و دین و مذهب. یک سیک هندوی جامعه ما شهروندی از اون جامعه کاندید بکنه رئیس جمهور بشه، بسیار خوب است، بسیار عالی است. خب از دید من ساختار فدرال نه به حساب قومی، شما مثلا بگین 4 ولایت هزاره‌نشین یک چی باشه، 4 ولایت ازبک نشین، شما بافتای اجتماعی افغانستان ناگسست است. خانواده ها با هم ناگسست است. نیمی خانواده ما پشتون است، نیمیش ازبک است، نیمیش تاجیک است. مثال براتون میگم، سعید و شیعه هم دارم ما در خانواده. خب اینجا به اساس جغرافیا، باز براتون میگم به اساس جغرافیا، هر کسی که میگه مثلا ساختار فدرال به اساس جغرافیا غلط است، طرح عاقلانه ساختار قدرت ارائه بکنه که ما به این 3 هدف برسیم. ببین مسئله قوم ما باید کار نداره، مسئله دین و مذهب من راجع به بشر همیشه گپ زدیم و راجع به افراد جامعه خود ما گپ میزنم. متوجه هستین؟ اینجا شما با ایجاد ساختار فدرال به اساس جغرافیا همه اقوام را در بغل میگیرین، به خاطر که در وقتی که شما مثال زوری ننگرهار تعیین میکنین، مگر در ننگرهار تاجیک کم است، در ننگرهار عرب کم است، پشایی کم است، در ننگرهار ازبک نیست، در ننگرهار پشتون نیست، در ننگرهار سعی کنید جغرافیاست دیگه. مثل که در افغانستان جمع است.
مثال شما شمال شرق یک مثال براتون میگم، یک فدرال ساخت. خب مگم دولت قندوز بغلان شاید 50% 40% پشتون باشه، 30% پشتون باشه، من نمیفهم. ازبک نیست، ترکمن نیست، پشایی نیست، عرب نیست، ایباک نیست، کس نیست. من حیث شهروند اشتراک میکنه، نه قوم. باز براتون میگم به خاطر چی؟ ساختار بازم براتون میگم که هدف را توجیه بود، به هدف شما را نزدیک بسازه براسه. متوجه هستید؟ اینجا به هیچ کسی من می نهیست یک طبعی از کشور حق نمیتم که به اساس قوم تصمیم بگیره. هیچ کسی را حق نمیتم که به اساس قومیت، دین، مذهب، سفید، سرخ، زبان تصمیم بگیره. متوجه هستید؟ برای من آخرین بلوچی که همیشه محروم بوده و نورستانی که محروم بوده، تاج سرم است نسبت به همه کسی دیگه. خیر است که مثلا 2 میلیون نفوس دارن، 1 میلیون نفوس دارن، باید تاجیکی که زیاد بود، پشتون و ازبک زیاد بود، به تقیه زوره بخوره؟ چی کار هستی آقا جان؟ تو کی هستی؟ تو کی هستی که برای کس تعیین تکلیف میکنی؟ تو کی هستی که برش خط میکشی؟ تو کی هستی که ثروت غارت میکنی زون نمیرسه؟ سکنید اینجا میایم سر من دیدگاهی بر روشن گفتم، درست است؟ خب بازی بحث بخواید دیگه، بحث های مختلف بخواید. هر کسی که بگه که من مهمترین چیز برای من رسیدن به میسه هدفی کلان است. جناب صاحب، شما از حکومت فدرال یادآوری کردین. من میخوایم از شما بپرسم که افغانستان چه وقت به عدالت اجتماعی دست پیدا میکنه؟ شما توضیح دارین در ارتباط با حکومت، در ارتباط با حق شهروندی، در ارتباط با دسترسی به عدالت اجتماعی و اینا. چه وقت ما افغان ها میتونیم یک حکومت با مشارکت جمعی و عدالت جمعی در افغانستان ایجاد کنیم؟ با بسیار توضیح داده تا استاد که ما مشکلات های افغانستان گفتم، درست است؟ تا زمانی که ببینید بعد از اینکه شما در افغانستان امی ساختار عادلانه قدرت به خاطر رسیدن به 3 هدف کلان ترسیم کردین، شما حداقل 20 تا 30 سال وقت دارین که به یک جامعه برسید. 20 تا 30 سال وقت دارین، به خاطر که 3 نسل به کار است. هر یک نسل اگه بگیرین شما تربیت باید بکنین. ببینید در جامعه ما 50 سال بحران و جنگ بوده و آدم کشی بوده، خب زورگویی بوده. در این جریان 50 سال 3 نسل شما خراب شده. خب 3 نسل شما جز از جنگ، خشونت، زورگویی چیزی را نمیفهمن، متاسفانه. خب اینا بسیار در داخل جامعه و در بیرون جامعه، چون بحران بوده، در بیرون جامعه و داخل جامعه توهین شدن، تحقیر شدن. زمانی که انسان ها توهین و تحقیر میشه، عقده میگیرن، عقده‌مند میشن. این طبیعی است. متوجه هستین؟ ما به خاطر رفع از این عقده ها به تداوی روحی، جسمی، روانی هم نیاز داریم. یعنی چی؟ یعنی نیکی در شفخانه ما یاد باید امی فضای آرامش را به وجود بیاریم. متوجه هستید؟ من واضح براتون گفتم که بعد از اینکه شما ساختار عادلانه قدرت تنظیم بکنین به خاطر رسیدن به این 3 هدف، اینجاست که شما 3 دهه ضرورت دارین که 3 نسل باید تربیت شد. میدونین من یک چیز دیگر براتون میگم. مهدی سپه یکی از بزرگترین معضله های هر جامعه و کشور به خاطر بی‌عدالتی فقر اقتصادی است. تهدابش فقر اقتصادی است. چرا در افغانستان نفرت زیاد شده؟ به خاطر اینکه فقر اقتصادی دهه‌هاست که بیداد میکنه. متوجه هستید؟ یا به شکل خاموش یا به شکل غیر خاموش بیداد میکنه. زمانی که فقر اقتصادی باشه، هر انسان به خاطر ابقای حیات خود، به خاطر رسیدن به یک لقمه غذا، خانه و غیره، هر ظلم و استبدادی که داشته باشه بالای امنوی خود میکنه. متوجه هستین چی بگم؟ چون ساختار جهانی را اینطوری ساخته. خب اینجا ما باید زمانی که افغانستان را بخوایم که طرف چیز بره، اولین کاری که بکنیم باید فقر زدایی بکنیم و ایجاد شغل بکنیم. بسیار مهم است. خب زمانی که شما در افغانستان مهمترین چیز زیرساخت است که بسازید، هایوی، سرک، خانه، سرک، انرژی، خطوط انرژی هدف است. انرژی، رساندن برق، عرضه خدمات که گفتیم، خدمات صحی، طبی، دانشگاه، مکتب و غیره، معارف. چون همه اصطلاحات چیزی که به کار میبرم امیدوار هستم که بگیرن، به خاطر اینکه به جزئیات داره. خب زمانی که شما فقر اقتصادی را از بین ببرین، من مثالایش براتون میگم بسیار ساده.
خب حالی در یک جای مثلا در یک پست دولتی به خاطر $300 یک اعلان میشه در یک اداره دولتی یا قبلا هم که میشد 2000 نفر 5000 نفر تقاضا میکرد در یک پست. درست؟ شما هر کسی را مقرر میکردین 10,000 نفر دیگه نارضا بود. عدالت تامین نشده میگه من مستحق بودم میگه چون فقر اقتصادی بیداد میکنه از خاطر $300. متوجه هستید؟ اگر تاجیک مقرر کردین پشتون داد زد، پشتون مقرر کردین هزاره داد زد، هزاره مقرر کردین ازبک داد زد. خب اینجا زمانی که شما میلیون ها شغل ایجاد کرده بتانین و بکنین و آقای مهدی ده بخواه که کار کنه بیکار باشه 3-4 شغل در اختیارش باشه او وقت رقیب نداره نمیگه بی‌عدالتی است به خاطر که حق انتخاب پیدا کرد در شغل. درست؟ نمیگوی بی‌عدالتی است دیگه به خاطر که میخوایی که در استاد دانشگاهی میخوایی که بیاد در کلیک کار کنی، میخوایی که من نمیفهم در ترانسپورت کار کنی، میخوایی در شرکت خصوصی کار کنی، در دولتی کار کنی. متوجه هستین؟ مگر میگوی خودت بی‌عدالتی شده؟ نمیگوی دیگه. پشتون بد میبینی به خاطر که پشتون خیلی رقیب نیست. تاجیک بد میبینی نمیبینی رقیبت نیست. رقابت ندارین بین خود. گپ دوم مثلا یک دکانداری که سوپرمارکتی که سر کوچه ایتان است، اگر کلی از این کوچه شهروندان کوچه اقتصادی خوب داشته باشه کار داشته باشه برای همین سوپرمارکت والا پشتون و تاجیک و ازبک چی فرق میکنه که بیا سودا بخره؟ مگم پشتون اجازه میته تاجیک اجازه نمیته؟ نه او خوش میشه که کلگی به اسبش از خرید بکنه تا منفعت بیشتر به دست بیاره. متوجه هستین؟ یا مثلا شما اگر زیر ساختای جامعه تان بسازین هایوی بسازین مثال از کابل به قندهار از نمیفهم به مزار شریف خطی آهن داشته باشین برق داشته باشین انرژی داشته باشین این با قوم و قبیله شما ارتباط نداره. خود موتر شما هم در سرک میره از تاجیک و پشتون و ازبک و هزاره و ملا و مولوی و من نمیفهم محصل از کلگی میره سرک خود پرسان نمیکنه قوم شما چیست. یا مثلا شما برق که در خانه تون برق داشته باشین روشن کنین اول پرسان میکنه که قوم چی است من روشن شو میانه شو خود نمیکنه دیگه برادر. در ترین میخواین سوار شین شما از شما تیکیت ترین پرسان میکنه ولی اگه قومتون پرسان کنه. متوجه هستین چی میگم؟ شما زمانی که کوکاکولا میخورین قومتون پرسان نمیکنه برادر پیسه ایت پرسان میکنه. ببینین زمانی که شما این مشکلات حل کنین مشکلات قومی و قبیلوی نمیمونه. به پشتون بهترین دوست و رفیق تاجیک بهترین پشتون اون وقت است که ما طرف ملت سازی بریم. ملت سازی چی است؟ ملت سازی از خود مؤلفه ها داره. صحیح است؟ حالا به شکل قبیلوی همه ایمان زندگی میکنیم. طرف ملت سازی با وجود آوردن اعتماد کامل بین افراد جامعه است. یعنی برای شما مهم نیست همسایتان که مثال یک هزاره است همسایتان که یک پشتون است یک ازبک است بهترین دوستتان است به خاطر که اعتماد کامل داره. یک جایی که میریم کلی خانه تان میتین میگیم مواظب باش. درست است؟ یا مثلا شما تجارت میکنین صحیح تجارت میکنین یک فابریکه 5 شریک هستین یکی ازبک است تاجیک است هزاره است فرقی نمیکنه شما منفعت اقتصادی تو نمیبینید برادر. فکر کنید این مسائل کلش حل میشه. باور کنید ساده است باور کنید که بسیط است خود اینا مغلق ساختن. شما زمانی که من 10 میلیون شغل ایجاد کنم در افغانستان در هر خانه 3 نفر کار بکنه $1,000 $3,000 معاش بگیره او روزی پنجشنبه و جمعه میخواد بره استراحت کنه میله کنه بره نورستان بره در راههای سالنگ بره در راه پنجشیر بره در راه نورستان بره او برای از چی فرقی میکنه که راجع به قوم خطی کسی گپ بزنه ولی اگه وقت خود ضایع کنه کسی گپ بزنه بخاطر که جیبش پر است موتر لوکس داره خواهر و برادر و خانواده خود میگیره میره نورستان میله میره کنر میله میره جلال آباد تا زمستان جلال آباد میره مهدی سه در اون راه جلال آباد که میری اون مایپزی که رستوران مایپزی و تانک تل واس کرده برای تو قوم قبیلهش خو مهم نیست مایی بخو بیاد پیسه شبتی تل پرتوت پیسه شبتی سکه چقدر ساده است به شرطی که او توانمندی اقتصادی را خودت داشته باشی. حالی که تاجیک و ازبک و هزاره که چی میکنن این اصلا بنیه اقتصادی داره سر ثروت است. خود قدرت ابزار تقسیم ثروت است. قدرت متوجه هستین؟ اگر این قدرت ابزار تقسیم ثروت به شکل غیر عادلانه تقسیم میکنه ثروت خود جامعه طرفی بحران میره. جانی برادر من که میگم جامعه عادلانه را به وجود بیاریم باز پیشتر سر موضوع ساختار گپ زدیم نه بازم میگم ساختار باید اهداف توجیه بکنه هر ساختاری که باشه. شاید شما بخواید که مثال من نمیفهم احمد پادشاه دایم الامور باشه به شرطی که عدالت اجتماعی را تامین کرده باشه.
ولی حقوق شهروندی را ازش نگیرید. حقوق شهروندی باید در این مرحله ببینید، در 9 مرحله باید یک شهروند رای بده. در اون وقت است که شما حس مالکیت به وجود میارین. حس مالکیت به وجود آوردین، شما ملت شدید خود به خود. فکر کنید چقدر استپ به استپ باید پیش بره. پس و پیش نداره ای. جنرال صاحب ببینین تا اینجای کار ما و شما تئوریک اومدیم بسیار عالی صحبت کردیم روی موضوع که باید افغانستان به این وضعیت رو بیاره. ساده میپرسم از شما، چه کسی باید پیش قدم شود به یک چنین وضعیتی که باید افغانستان در یک وضعیت متفاوت قرار بده و تغییرات کلی و بنیادی در ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و همچنان ساختارهای اجتماعی مردم افغانستان ایجاد بکنه؟ چه کسی باید پیش قدم شود؟ عرض میکنم خدمتتان، ببینین مهدی صاحب بزرگوار، ما در جهان کشورهای پیشرفته و مترقی بسیار زیاد داریم نمونه‌اش، درست است؟ خب شما به خاطر پروژه سازی و پیشرفت اقتصادی مشکل ندارید. مدل‌های مختلف است. صحیح؟ 50 سال پیش در کره جنوبی مردم از فقر می‌مرد. 40 سال پیش در چین 20 میلیون نفوس چین از فقر مرده بود. 50 60 سال پیش، درست است یا نیست؟ خب ما سنگاپور را داریم که در اوج ترقی و تمدن رفاه اجتماعی اقتصادی و ثبات سیاسی رسیده. مختلف کشورها، استرالیا، نیوزیلند و غیره، در خود مشکل نداریم. امارات متحده عربی از یک دشت و چی جور کرد؟ دبی. خب بسیار ساده است که شما یک چند تا کمپانی را توظیف بکنین، برنامه‌ریزی های کلان اقتصادی تا را بکنین. منابع بشری در جهان کافی است، تکنولوژی در جهان کافی است، درست است؟ منابع زمینی افغانستان، ثروت افغانستان کافی است. اینجا مدیریت درست به کار داره که همو باز او ابزارهایش هست. خب هر کسی را که مردم کسی باید در رأس قدرت بیاید که مسائل را عمیقا درک بکنه. متوجه هستید؟ مسئله قوم قبیله از نظری فکری، جسمی، ذهنی، روحی، روانی پیش از او حل باشه. صحیح یعنی شما میبینید، میشناسید کلتان، تو نیست که شما نمیشناسید که صدیقی کی از چه فکری داره. من خود 2 سال است مطبوعات هستم، درست است؟ حتما میدانید. امی حال حاضر شاید باور بکنید نکنید، نه همه قدر مردم یا مرا احترام میکنن از نقاط مختلفی افغانستان جهان زنگ میزنن، پشتون، تاجی، ازبک، هزاره، ایما، همه و همه، ملا، مولوی. یعنی شما باید خودتان رو بشناسانید. ما پیشتر گفتیم که به خاطر از این ما چند ابزار کار داریم، درست است؟ یکی ابزار انسانی کار داریم، منابع انسانی که داریم، منابع مالی کار داریم که داریم، دیگه ابزارش ساختار عادلانه قدرت است، دو آسان است، درست است؟ خب زمانی که ما دو ابزار داریم، چرا نتونیم؟ خب شما زمانی که بسیار صادق تعهد داشته باشین به خاطر رسیدن به یاد تعهد بسیار مهم است، درست است؟ و او ببینین زمان انسان را میشناسونه دیگه. مهدی صاحب، جوانای ما به نسل شما افتخار میکنم، نسبت به خود ریسفید است، به نسل شما افتخار میکنم، حقیقتا به جوانای افتخار میکنم، آگاهی بیشتر دارن دیگه دارن، ولی امیدوار هستم که مسائل را که من صحبت میکنم به همین شکل اینا درک بکنن و میکنن. به خاطر اینکه شما زمانی که طرف مسائل قومی را چی رقم حل میکنید؟ با زدن، با کشتن، با معاون اول دوم رئیس جمهور، با چی رقم حل میکنید؟ با چیزایی که من گفتم حل میشه، دیگه حل نمیشه. شما هر سوال داشته باشید، برای من بگید در جزئیات اگه بیاین جناب مهدی صاحب راجی به همه چیز من در تخته بخیزم براتون رسم میکنم و با فرمول اثبات میکنم که راه حل افغانستان چی است. با فرمول اثبات میکنم، والله قسم براتون میخورم، شریفانه قسم براتون میخورم. از سطح یک قریه و یک خانواده شروع بکنیم، ما مشکلات رو درک کردیم، عمیق درک کردیم و راه حلش هم میفهم تا سطح کل افغانستان و آخرین نقاط افغانستان و جهان میفهمم که چی اتفاقات میفته، چی میشه و چی رقم حل شود. مسائل کلان سیاسی جهان را میفهمم. به او خاطر برای من سیاستی پیش بردن سیاست خارجی افغانستان مشکلی نداره. مثال ما آمدیم که خرد خود را انتقال بتم به جوانان، نه من در قدرت برسم، نه اینمی خرد و عقلانیت خود را که ما تجربه گرفتیم، اینفورمیشن داشتیم، معلومات داشتیم، جاهایی را که ما رفتیم دیدیم، ما که کجا رفتیم او را من میفهم. هزارها فایلی که در کله من بنده فقیر پروردگار چانس داده آورده، پروردگار چانس برای ملت افغانستان داده که ما وار یک نفر در یک جای رسیدیم.
حتی اگر برای بگوین دیوانه است، احمق است، جندی است، پروا نداره. همه اگه نوری چشمی است، به خاطر اینکه خیرتی ابو نفر ابو است که برای امیر رقم نشناسه. خوب است امیر رقم بشناسه، چی فرق میکنه؟ آینه ای که او سیل میکنه، دا آینه مرا سیاه نشان میده، برش پروا نداره. یک روز آینه را تمیز کنه ببینه که آینه سیاه است، من سیاه نیستم. اتفاق میفته دیگه. بله. آینه چتل است، من چتل نیستم. بسا این بله چیزا ساده است. جناب جلال صاحب، شخصیت شما به همه مردم افغانستان و ملت‌های آزاد معلوم است. جنرال صاحب، مشکل افغانستان مشکل همسایگان است. شما میدونید مداخلات کشورهای همسایه در نبود یک حاکمیت ملی در افغانستان همواره ملموس بوده و تا اکنون که شما امروز میبینید که نشستی در استانبول برگزار شده که در نزدیکترین محل شما است، این نشست قرار است یک معضله بین پاکستان و افغانستان حل و فصل بکنه. چرا همسایگان افغانستان همواره در افغانستان دست درازی میکنند؟ شما موضوع افغانستان داخلی را مطرح کردید، نبود حاکمیت، نبود عدالت اجتماعی، نبود حقوق شهروندی و اینا را شما به سلسله مراتب صحبت کردید. چرا کشورهای همسایه همواره در افغانستان مداخله میکنند؟ زمانی که وجود شما ضعیف میشه، هر ویروس عادی دوست داره که در یک اتوبوس، در یک چوکی اتوبوس هم زدید مریض میشین. خب در طول اما قدر سال اینمی مشکلات ببینید، مشکلات داخلی کشورتان مطلقاً تاثیرگذار است بالای سیاست خارجیتان و سیاست گذاری های خارجی همسایه و منطقه و جهان بالای شما تاثیرگذار است. به اندازه توان و ظرفیتتان شما احترام میشید. متاسفانه از یک شخص شما شروع بکنین، اگر این شخص توانمند، با ظرفیت، عقل، خرد، دانش، پول، اقتصاد داشته باشه، زیادتر احترام میشه نسبت به یک آدمی که هیچ چیزی را نفهمه و یعنی امو رقم فهمیدین دیگه. بینان یک گپ دوم، هر پدیده ضد خود در بدن خود تربیت میده. خب یک ویروس شما از بیرون که گرفتین، ویروس در داخل گلون شما تربیت میشه، به میلیون ها تکثر میکنه، شما را از پای میندازه. خب زمانی که این ویروس ها را که در این کاغذ که به یادداشت کردم پیش خود ما از بین ببریم، ما میشیم به یک قدرتمند میشیم. سیاست خارجی ما را درست مدیریت میکنیم، همسایه شروع دیگر ما را احترام میکنند. قطر اینی که یک کشور است، سنگاپور اینی که یک کشور است، چقدر احترام میشه، پاسپورتش جای اول داره سنگاپور، درست است. کره جنوبی جای دوم و سوم داره، درست است. مگم اونا بسیار جنگ میکنن، زور میگن، گر به میدان آمدی میدان غیرت افغانی هم میگن. شما بگوین میره میگن نه، شما خود بازی میتین. از این گپا باید تیر شیم، از این گپا باید از بود اقتصاد. ببینید ما با یک انقلابی علمی، فرهنگی و اقتصادی نیاز داریم. متوجهید؟ شما فرهنگ سازی بکنین، شما دانش و خیرت جامعه را جمعی را باید بالا ببرید و شما اقتصاد را باید پیشرفت بدید. اقتصاد زیربنای همه چیز است. خب تکنولوژی میآید دیگه، تکنولوژی آمد، تفکر شما بالا میره دیگه، درست است. تولید کردین دیگه، باز از اون باز برادر گله باشی، غذا و دسترخوان تا غنیمت میشه. زراعت مکانیزه ساختین، سطح تولید تا بالا میره، کفایت میکنه. خب و غیره من نمیخوام سر از موضوع. حالا در سیاست خارجی شما میفهمین که من بحث‌های بسیار مختلف داشتم، در سطح جهان مختلف دارم، جهان چطور مدیریت بشه. مهم است که شما باز به حیث افرادی با خرد جامعهتان سیاست جهانی و سیاست گذاری جهانی اصلی را درک بکنین و بفهمین و با اونا حل بکنین قضایایتون. موقتی حل نمیشه. متوجه هستین؟ ما که کار میکنم میگم که ما استراتژی منطقه را تغییر بدم، زمانی که در پاکستان فقر نباشه، در پاکستان همین مثل همین جامعه‌ای که من میگم هم پاکستان امیر رقم پیشرفت کرده، خب امیر رقم مشکلات قومی حل شد، مشکلات ما با پاکستان و با ایران و با فلانی حل میشه. ما مدغم میشیم در یک سرحدات خودم میورداریم. متوجه هستین چی میگم؟ ولی من پیشتر راه حل مشکلات قومی و قبیلوی و دینی و مذهبی را گفتم. خود در سطح منطقه ما میره فکر بکنید. پاکستان پیشرفته داشته باشین، تاجیکستان پیشرفته داشته باشین، مردمی از اون مشکلات نداشته باشه، مردمی از اون عقده‌مند نباشه، شما رو بد نمیبینه دیگه. حکومتی از اون مشکل نداشته باشه، شما رو بد نمیبینه دیگه. متوجه هستین چی میگم؟ و باز ما سر استراتژی های منطقه‌ای کار باید بکنیم. خب ببینید، استخبارات ها، اردوها
اینا تصامیم سیاسی را عملی میکنن. اینا ابزار و وسیله تطبیق تصامیم سیاسی است. اینا تصمیم گیرنده نیستن. متوجه هستین چی میگم؟ تا زمانی که شما سیاست و استراتژی پاکستان در مورد افغانستان تحویل نکنید، هر روی این مشکلات به ششتن جلسه گرفتن حل نمیشه که در استانبول بشینی ما دو تا وزیر بشینه قرارداد کنه. یا حل نمیشه برادر. چرا مردم درک نمیکنن؟ نه، شما زمانی که در سطح امی پلتفرم هایی که به وجود آمده، شانگهای و فلانی و ناتو و هفت کشور، در این پلتفرم ها در سطح ببینید قبل کار میشه، قبل برنامه‌ریزی میشه، قبل مسائل حل میشه، در اونجا در اون بحث های کلان باید داخل شن. یکی در سرحد شما دو تا پوسته فایر میکنه، یکی دیگر تو پاکستان میاد مثلا چمن میزنه، فلانی را میزنه، به این رقم ششتنا حل نمیشه. ریشه‌ای باید حل کرد. شما ببینین، ما برای پاکستان هم گفتیم، ما قبلا یک لکچر داشتم در کینگ کالج انگلیس یک 15 سال پیش. ما گفتیم برای پاکستانی ها در اونجا از بس سوالا مطرح شد در کینگ کالج در یک پلتفرم. ببینین، همسایه را تبدیل کرده نمیشه، باید با همسایه زندگی کرد. ولایتی کنه را از پهلوی ولایت جلال آباد شما ننگرهار پس کرده نمیتونید. مردمانش با هم زندگی کنه. باید پاکستان ما را برطرف کردن نمیتونن. ما پاکستان باید بپذیریم که همسایه هستیم، با هم زندگی بکنیم. همچنان ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان. اینجا راه حل برای از او بسیار زیاد است. متوجه هستین؟ راه حل موجود است. مهم است که ما پیشتر خدمتتان رسید، ما از داخل زمانی که بنیه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خود را چی کردیم، مورد احترام قرار میگیریم. نه که فلانی از میز قهر کنه، یک پاکستانی یک ایرانی، من هر کس که است قهر کنه از میز ما را توهین کنه بخیزه. نه، این قدرت داخلی تان به شما قدرت بیرونی میده برادر. خدا کنه من توضیح داده باشم. یک ذره عسکر هستم دیگه، تیز گپ بزنم. شما بسیار خوب یک نکته اشاره کردین که باید آدم با همسایه خود زندگی کنه. یعنی یک مقابله است که کل دنیا میپذیره و مردم عوام میپذیره. همسایه‌ای که بخواد با صاحب خانه تو شوه، مالکیت زنت داشته باشه، مالکیت دخترت داشته باشه، مالکیت اقتصادت داشته باشه، هر چه دسترخوانتان بده، باز او همسایه را شما چگونه یک همسایه میبینید؟ و در وقت خونه عدالتی است، نه حقوق شهروندی و حقوق انسانی مطرح است. پاکستانی ها عین چیزی از مردم افغانستان میخواهند. شما اگر وارد شوین در بحث نشست استانبول بهتر میشه و ما بدانیم که چرا پاکستانی جرأت هم میکنه و همواره میخواد مردم افغانستان رهبری بکنه و عمق استراتژیکش افغانستان میده. من یک چیز براتون میگم کوتاه، به خاطر اینکه بسیار بحث کردیم. ببینید، من پیشترم گفتم که شما اگر قوی باشین، گفتم و احترام میکنم. اول شما خود قوی بسازید. مشکلات، ببینید مشکلات داخلی افغانستان مستقیما تاثیرگذار بالای برخورد و مناسبات از اینا و خواستهای از ایناست. مستقیما تاثیرگذار است. شما اگر قوی باشید، بازی تو برخورد نمیکنه. بازو نمیاد که زن و بچه شما را رهبری کنه و تعیین کنه. خب دوستایشان قطع بشه خود به خود دیگه. قوی هستید، ملت هستید، اقتصاد قوی دارید. متوجه هستید؟ با کمک شما نیاز داره، با حمایت شما نیاز داره. چیزی را که من میگم درست است. گپی دوم، ببینید من یک چیز دیگه براتون. من بنده فقیر، من پیشترم گفتم که پروردگار خالق کسی را که بته او را که هیچ کس گرفته نمیتونه. خالق پروردگار عالم، من توصیف خدا نمیکنم، بنده فقیر هستم. من را در این حالت برای مردم افغانستان داده. من این مشکلات افغانستان میفهمم و راه حلش میفهمم و همین ظرفیت و توانمندی را برای من داده که من حیث نه به قدرت برسم. نه، من یک سایه درخت کار دارم. یک سایه درخت کلی زندگی، 100 تا خانه داشته باشید، یک اتاق خود، یک تخت خواب بشی. 100 تا موتر داشته باشید، یک چوکی موتر بشینی. 100 تا قاب پیشورید غذا باشه، یک لقمه غذا میخوری یا این قدر میخوری. درست است یا نیست؟ معنیست. یعنی همین ظرفیت و توانمندی و همین روابط بسیار بزرگ استراتژیک در اختیار ما شما هست که ما مسائل افغانستان را بسیار خوب حل کنیم و همسایه ما را بسیار احترام کنه در آینده. این اطمینان میتونم برای شهروندای افغانستان. یعنی من دیگه چی بگم؟ بدون امضای شما IMF برای کسی یک دانه پول قرض نمیده. دیگه چی برتم؟ چه وقت اقدام از جناب جنرال صاحب بزرگوار ما میفهمیم که شما
به عنوان یک برادر، به عنوان یک رهبر خوب، به عنوان یک جنرال خوب، خواهش میکنم رهبر نه خاک پای ملت افغانستان مرا خواهش میکنم نه دانشمند والله موجود افغانستان شما میدونین ما به این کاملا آگاه هستیم. جناب جنرال سیف از ظرفیتتان آگاه هستیم. چه وقت اقدام است؟ چه وقت اقدام میکنین به می رهبری شدن، به می بزرگ شدن؟ چه وقت اقدام نه 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 ما اول رهبر نمیخوایم شو. یک حقیقت براتون میگم، خدمتگزار مردم به هر وسیله‌ای که باشه. یک گپ دوم، ببینید امی ظرفیت و امی ارتباطات و روابط بسیار بزرگ قوی را که ما دارم بخوایم در اختیار ملت خود بگذارم و در خدمت مردم خود بگذارم و ملت و مردم جوارا از این استفاده بکنن. همه قدر کشور در این منطقه است، سعی کنید پاکستان 240 میلیون نفوس، این 1 میلیارد 500 در جایگاه بنده فقیر نرسیدن. ازبکستان، تاجیکستان نرسیدن. آگاهیایی را که ما دارم ندارن. شما میفهمین که ندارن دیگه. والله اگر رئیسای جمهورشان داشته باشن. من یگان تا میگه دیوانه است پنتاگون هشدار میده. پنتاگون هشدار دادم در 4 تا هواپیماش زدن. این چی است؟ این شوخی است؟ این مذاق است؟ در روز. خب پروردگار خالق یک چیزی رو به یک نفر، به یک بنده فقیری درمانده میده. نه دانشمند هستم، نه رهبر هستم، نه جنرال هستم، نه هیچ چیز هستم. خاک پای ملت و بشریت هستم، خاک پای ملت خود هستم. برای من افتخار است که ما خدمتی را انجام بدم که زن بیوه افغانستان، ملت افغانستان، فقیر افغانستان، دختر افغانستان، بچه افغانستان، پسر افغانستان، فقیر افغانستان از خوشی گریه کنه و ما اشکایم جاری شود. همه آرزوی می نویسته، همه آرزوی می نویسته. از خوشی از او بفهمین این قلب انسان چقدر بزرگ میشه. اینی رو میخوایم. من 10 سال عمری میفیدم مانده یا نمانده، من چی میکنم دیگه؟ بله. آرزوی من است و همیشه پروردگار را دعا کردیم که به این آرزو مرا برسانی که از خوشی دیگران ما گریه کنم. خدایا دیگه این نصیبی ما بگردانی، پروردگارم نصیبی ما بگردانی. هیچ چی نمیخوایم. ان شاء الله که تو روزی میاد. جناب بزرگوار به عنوان آخرین پرسش، سناریوی آینده افغانستان چگونه پیش بینی میکنین؟ من میخوایم از شما بشنوم به عنوان آخرین پرسش افغانستان به کدام سمت شو در حال حرکت است و نظام آینده افغانستان چه شکل میگیره؟ 2026 شکل میگیره ان شاء الله. اواخر 2026. فقط مقدر در ارتباط به وضعیت موجود افغانستان چیزی دیگه شما وضعیت موجود افغانستان ببینین، ایران وضعیت چه ببینین که چقدر چی شده، خطرناک شده دیگه. خب ببینین اینا رو من میگم مزدوراستن که قبول نمیکنن. خب اونجا 2 هفته وقت آقای ترامپ وقت میگه 2 هفته وقت دارین که تصمیمتون بگیرین اداره کنین. من خبر هستم که 11 بار اینا مکتوبی تسلیمی روان کردن، کس جواب نمیده. حالا اینا میگن که ما بم اتم در 2 هفته وقت داریم میسازیمش، فلانی میکنیم راکتایشون تا تاریخ 25 از ما باید این مسئله ایران حل شود، یعنی زده شود باید. چون تسلیم نشدن نه به حق. یعنی این گپش ساعت و شب و روز است. بعد از ایران من خدمتتون عرض کردم که مسائل ببینید این مسائل افغانستانی گپ ساده نیست که تو پاکستانی رقمی که داره. این ببینید بازیای بسترسازی است جانم شوید. این بسترسازی است با اون گپای کلانی که من میگم. خود من گپ استخبارات خود گوشم نمیکنم، اونا گپی مرا گوش میکنن. خود چون میفهمن که گپی مرا چی میگم. خب این بسترسازی برای همون قضایا است. خب شما یک نفر خب میخواید که کاتیش جنگ کنین، کشکشک میکنین، نه در کوچه آزار و اذیتش میکنین که جنگ کنین دیگه. نه دیدید آزار گفت کرده 5-6 روز اذیت میکنین تا او بیاید مشت اول بزنه، بعد شما مشت همو چی را سعی را بزنین دیگه. این قاعده است دیگه، این بسیار ساده است. خب اینجا مسائل افغانستان گفتم 2026 ان شاء الله طرف همین پیشرفت و ترقی و تمدن آغازش من خوب 3 دهه را در نظر گرفتم. من بنده فقیر، جوانای عزیزم متحد باشن، متفق باشن، چیزایی را که من گفتم به همین رقم پیش میشه. مسائل قومی باور کنین بسیار کوچک حل میشه، مسائل دینی و مذهبی به شرافتتان بسیار بسیط حل میشه. والله ساده است. این نوعی کتابا و دانشمندان مغلق ساختن، گردانندگان جهان همه چیز مغلق میسازه. من میگم که دین جل، مذهب جل، کتاب جل، جغرافیا جل، تاریخ جل.
اینا مغلق ساختن ایرانی، اقتصاد مغلق ساختن، دروغ میگن. او برادرها بیدار شوید. من دیگه راجع به اون گپا نمیم، چون قبلا هم صحبت کردیم. یعنی باور بکنین مهدی سیبزیر، شاید هزارها فایل در کله ما باشه که ایره ما یک تا باز بکنم. اگر کلش ما 5% ش باز نکردم. اگر ایره 6% باز کنین یک انفجار میآید، 10% باز کنین دیگه چیز میشه. موفق ما باشید. بازم میگم بسیار بحث عالی بود و ما تونستیم از این استفاده اعظمی بکنیم. خواهش میکنم. در برنامه بعدی انشالله که روی چالش های عمده جهانی صحبت میکنیم با شما. جهان در یک وضعیت بسیار بدی قرار گرفته، اما یک خبر خوش که من میخوایم از با حضور شما و با تایید شما برای جهان بتونیم که دیروز ما از یکی از مؤسسات تحقیقاتی نجومی دنیا شنیدیم که لایه اوزون که طی 40 سال اخیر تخریب میشد و در حال تخریب شدن بود، پس دوباره شروع به ترمیم شدن کرده و داره حال به طرف نظاممند شدن در حال حرکت است و جهان نفس راحت دوباره خواهد کشید. سلامت سرحال باشین. ممنون از حضورتان جناب سویدرو. مهدی بسیار بسیار تشکر. شما یک دو هفته منتظر ماندین، اول معذرت من رو بپذیرید دیگه. من این رقم آدمی چی هستم دیگه، یک ذره مصروف و گپام هستم زیاد. ما یک سفر کوتاه بود البته نبودم. من بسیار زیاد تشکر از شما و از بینندگان شما در سر تا سر افغانستان، منطقه و جهان اظهار سپاس میکنم از کامنت های مثبت و توصیه های خوبشان و نظرهای نیکشان سپاسگزاری میکنم. ما آرزومندیم خوشبختی تمام بشریت است، من جمله مردمی افغانستانی عزیز. خداوند یار و مددگارتان، خیرت